کادوی ولنتاین رو خودت درست کن. سلام، به پناه آرت خیلی خوش اومدین. خمیر هوا خشک یا خمیر لیپان آرت که آموزشش تو این ویدیو هست ورز میدم و با وردنه پهن میکنم. من از قالب پروانه‌ای شکل استفاده کردم. شما میتونید از قالب قلب یا هر قالب دیگه ای استفاده بکنید. خمیرها رو که برش زدم از قالب جدا میکنم و همونطور که میبینین بهش فرم میدم، به این صورت که از یک مداد، قلمو یا حتی خلال دندون میتونین کمک بگیرین، بذارین وسط پروانه و با دستتون بالهای پروانه رو فرم بدین تا حالت سه‌بعدی بگیره و برجسته بشه. اجازه میدم پروانه ها یه روز خشک بشن. بعد روی بوم 30x40، حالا شما هر ابعادی که دوست دارید میتونید داشته باشید، پروانه ها رو با چسب چوب میچسبونم. چسب چوب بعد خشک شدن بیرنگ میشه. ترتیب چسبوندن و اینکه چند تا پروانه رو بچسبونید به خودتون بستگی داره. از قبل هم بومم رو زیرسازی کردم و چند از رنگ سفید زدم. بعد اینکه دونه دونه پروانه ها رو با حوصله چسبوندم، دوباره چند ساعت زمان میدم تا کاملا چسب خشک بشه. بعد یک لایه رنگ سفید مجدد میزنم تا هم اون خطوط کمکی که برای قلب کشیده بودم از بین بره و هم تابلو یک دست بشه. حالا شاید نیاز باشه که 2-3 لایه رنگ بزنین، این بستگی به کاور رنگتون داره. من میخوام تونالیته قرمز و صورتی درست کنم برای رنگامیزی پروانه ها، به این صورت که از بالا به پایین رنگش کم رنگ تر بشه. از رنگ قرمز و سفید استفاده میکنم. من رنگ صورتی هم داشتم، از اونم استفاده کردم، ولی میتونید فقط از 2 تا رنگ سفید و قرمز استفاده بکنید. برای رنگ بعد قرمز که میاد، 1 واحد قرمز رو با 1 واحد سفید ترکیب میکنم. به 1 واحد سفید نصف واحد، حتی کمتر از نصف واحد، 1/3 واحد رنگ قرمز میزنم و این میشه رنگ صورتی پررنگ ما. من از صورتی که داشتم هم یه ذره استفاده کردم، ولی ضروری نیست و شما کارتون با سفید و قرمز راه میفته. به 2 واحد سفید دوباره همون مقدار قرمز رو میزنم، 1/4 یا 1/3 کاردک، و به همین منوال سفید رو بیشتر و قرمز رو کمتر میکنم. رنگی که میسازین به خودتون بستگی داره و زیاد هم مهم نیست. فقط هر چقدر که این پروانه ها رو از بالا به پایین میایین رنگتون رو کم رنگ تر بکنین که در نهایت به رنگ سفید برسید و لایه اول رو هم رنگ قرمز بزنین. این وسط ها، این پروانه های میانی رو با توجه به سلیقه خودتون با صورتی های پررنگ تا کم رنگ آمیزی بکنین. دقت بکنین که پشت پروانه ها هم رنگ بشن تا تمیز و یک دست دیده بشن. بهتره که 2 لایه هم پروانه ها رنگ آمیزی بشه تا کاور خوبی داشته باشه. من یک تقویم ماه فوریه رو میزنم که در واقع ولنتاین هم روز 14 همه. برای اینکه طرحتون رو جوری انتقال بدین که عین روی کاغذ بشه، به کاربن احتیاج داریم. قسمت براق کاربن رو روی بوم بذاریم و قسمت ماتش پشت کاغذ باشه و با چسب کاغذی روی قسمتی که دلتون میخواد فیکس بکنیم. با یه خودکار کل نوشته روی کاغذ رو دوباره مینویسم. با حوصله این کارو میکنم که مرتب بشه. بعد برداشتن کاربن و کاغذ میبینیم که طرح به همین تمیزی روی بوم انتقال پیدا کرده. شما میتونین از قلمو و رنگ مشکی و یا هر رنگی که دلتون میخواد استفاده بکنین و از روی این طرح بنویسید. من برای اعداد از راپید استفاده کردم تا ظریف‌تر بشه و برای نوشته ها از یه قلم نوک‌تیز و رنگ اکریلیک مشکی استفاده کردم. با حوصله و دقت این کارو بکنین تا ظرافتش رو حفظ بکنه. بعد خشک شدن رنگ ها توی قسمت پایانی کار، یه پروانه قرمز رنگ هم روی عدد 14 که روز ولنتاینه میچسبونم. این هم نتیجه کار. امیدوارم که این آموزش براتون مفید باشه.